اگه موهات نارنجی شد و نمیدونی چی کارش باید بکنی، همراه من باش. میدونیم که اگه رو موهای نارنجی بیایم از رنگ‌های سرد مثل دودی استفاده بکنیم، رنگ ساژمون رو به سردی میره. انتخاب من رنگ‌های گرمه. من از رنگ 907 روشن کننده یاسی برند پاروکسا، حجم اصلی 1/2 حجم اصلی رو از 8 کاراملی برند هالبورا و به اندازه 1 سانت هم از 6 پیس شرابی بنفش استفاده میکنم. ترکیب میکنم رنگامو، جهت لیفت پای اکسیدان 6% رو بهش اضافه میکنم و رو موی خوش 30 دقیقه ماساژ میدم. بعد از تایم مکس هم آب کشی میکنم و با همون شرابی بنفش کاسه گلوسینگ قرمز درست میکنم که آموزشش رو تو پستای قبلی بهتون دادم. رو موی نمدار 1 تا 3 دقیقه با سرعت بالا ماساژ میدم. بعد از گذشته تایم مکس هم آب کشی میکنم، خشک میکنم و به این رنگ سوژ فوق‌العاده زیبا بدون زردی و بدون نارنجی میرسم. خوشحال میشم با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدین.